گاهی لازم نیست برای پیدا کردن آرامش بری تو دل جنگل یا بالای کوه. گاهی همین آتش کوچیک توی حیاط خونت میتونه بزرگترین آرامش دنیا رو بهت بده. به شعله ها نگاه کن، هر کدومشون یه داستانه. میان بالا، میرقصن، خاموش میشن، مثل فکرهای ما، مثل روزهای سخت زندگی که میان و میرن. آتش یه چیزی رو به ما یاد میده، همه چیز میتونه از نو شروع بشه، حتی از دل خاکستر. وقتی روبروی شعله ها میشینی انگار یه چیزی از درون سبک میشه، خستگی ها میسوزه، غصه ها دود میشن و میرن بالا و تو آرومتر میشی. آتش فقط گرم نمیکنه، آتش روح آدم رو هم روشن میکنه. بهت یاد میده هنوز امید هست، هنوز میتونی روشن بشی، هنوز میتونی ادامه بدی. بذار شعله ها، ترس ها و شک های امروز رو بسوزونن و به جاش قدرت، آرامش و جرأت فردا رو بهت هدیه بدن.